دولت در کنار اینکه از ورزشکاران به گونه لازم پشتیبانی نمی‌کند، در برابر آنان برخوردهای دوگانه نیز دارد. این مطلب را نثار احمد بهاوی عضو تیم ملی تکواندو افغانستان در گفتگوی ویژه‌ای با تلو نیوز بیان کرد. آقای بهاوی میگوید که ورزش و ورزشکاران مدال‌آور از رقابت‌های بیرون‌مرزی برای رهبری دولت پدیده‌های بی‌ارزش هستند. نثار احمد بهاوی میگوید برخوردهای دوگانه دولت در برابر ورزشکاران باعث از میان رفتن انگیزه و ایجاد دلسردی ملی پوشان میشوند. تیم کرکت ما را ببینید به کدام اندازه تشویق میکنند. وزیر صاحب مالیه ما، وزیر صاحب داخلی سابق، یا خود رئیس صاحب جمهور، یا تمام زیاتر ده وزیر در بورد مشورتی از او هستند. هر بازی که وا میکنن من بالاتر از $1,00,000 میگیرن. تمام زندگیشان در دبی است، در لوکسرین هتل ها می باشند. اگرچه دوستای ما از تیم کرکت، اما چیزی که به وطن ما، به فایده وطن ما باید دیگه بگویم. در مسابقات آسیایی مدال نقره ما هم گرفتم، ورزش کرکت هم نقره گرفت. ما 1 نفر مدال نقره گرفتم و 20 نفر مدال نقره گرفتم. رئیس صاحب جمهور به اونا زنگ زد، به ما زنگ نزد. چرا؟ آقای بهاوی میگوید پولی که دولت برای خوراک و مصارف ملی پوشان افغانستان در نظر گرفته است بسنده نیست. رئیس صاحب جمهور، شما فکر کنین که یک ورزشکار تیم ملی هستین، صبح تا شام 5 ساعت تمرین میکنین، فامیل تا نیاز داره به اونا نان ببرین، اقتصاد ضعیف هست، روزانه وقتی 5 ساعت تمرین کنین تو کار کردن نمیتونی، بزنس کردن نمیتونی، هیچ کار دیگه کردن نمیتونی. ما نه 700 افغانی تو را ماش بدن، ما 700 افغانی، ما 3 دفعه 4 دفعه اوگاشتیم رفتیم هند $5,000-6,000 سر خود ما مصرف کردیم. از کی میگیرم؟ از پدرم، از فامیلم. و من باور کنین میشرم هر دفعه ما بگویم تداوی میرم. آقای بهاوی میگوید اگر دولت برای از میان برداشتن این مشکلات توجه جدی نکند، ملی پوشان افغانستان از عضویت در تیم‌های ملی کشور دلسرد خواهند شد. رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی کنفوتوای افغانستان در تالار ورزشی کمیته ملی المپیک آغاز شدند. این رقابت‌ها با حضور تیم‌های منتخب پایتخت و 26 ولایت افغانستان برگزار شدند و 6 روز دماغ‌بند داشت. فدراسیون کنفوتوا میگوید در پایان رقابت‌ها 30 مبارز برتر برای حضور در